امروز در جامعه نقش پدر و مادران در رشد ساحه معارف بیش از پیش بالا می رود. در مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 25 ناحیه مسجد والدین خوانندگان با احساس بلند مسئولیت به کارهای تعمیر و آبادانی مؤسسه تعلیمی سهم می‌گذارند. والدان در تعمیر سیمخانه‌ها، خریداری میز کرسی و آبادانی محیط اطراف فعالانه اشتراک می‌کنند. بنا به اطلاع داده شده در نتیجه همکاری دست جمعانه گرد و اطراف مکتب دیواربندی شده، اینچنین آینه‌های 16 سیمخانه به تیره‌های معاصر عوض کرده شدند. عین حال در این مؤسسه تعلیمی 1172 نفر خواننده به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. در روزهای فصل زمستان سیمخانه‌ها با گرمی تامین بوده برای آموزش خوانندگان و فعالیت آموزگاران شرایط مساعد تعلیمی فراهم آورده شده است. من منتداری خود را به پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان میرسانم که چنین شرایط را به ما مهیا کرده اند. سیمخانه های ما گرم و روشن است. ما وعده میدهیم که با بهای خوب و اعلی خوانیم. همکاری زیچ اویله و مکتب نه تنها نمود ظاهری مؤسسه‌های تعلیمی را بهتر می‌گرداند، بلکه برای خوانندگان محیط سالم و راحت و سازگار تحصیل را نیز مهیا می‌سازد. این است که طی 2-3 سال اخیر در ناحیه مسجد ساحه معارف رو به رشد می‌نهد. بنیاد و تعمیر مؤسسه‌های تعلیمی به راه مانده شده، مشکلی جای نشست به خوانندگان کاهش داده شده است. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات محلی کارهای زیاد در این سمت انجام داده شدند که به بهتر گردیدن صفت تحصیل مساعدت نموده است. مؤسسه ما با تشبث و غمخوری‌های معارف پرورانه پیشوای معظم ملت ساخته به استفاده داده شد. مؤسسه ما برای 1200 نفر خواننده خب تأسیس گردیده است که در 2 بست تحصیل میکنند و امروز خب خوانندگان ما با تمام شرایط و تجهیزات زمانوی تامین هستند. اینچنین که الحال که در فصل زمستان قرار داریم و مؤسسه ما به سیستم گرمیدهی یگانه نیز تامین است که به پرگی 3 آشیانه را با سیستم گرمیدهی تامین میکند. آموزگاران ناحیه مسجد در کورس‌های بازآموزی اشتراک نموده اصول‌های نوی تعلیم را از خود می‌کنند. این روند به بالاروی دانش خوانندگان و اشتراک فعالانه آنها در آزمون و المپیادها مساعدت می‌نماید. نتیجه دستگیری همه‌جانبه دولت و حکومت، زحمت آموزگاران و غمخوری والدان است که سال 2025 از ناحیه مسجد خواننده صنف 4 امید شریفه و برنده شاه جایزه آزمون جمهوری فروغ صوفی دانایی کتاب است گردید. با جناب عالی برای تشکیل نمودن چنین آزمون‌های با نفوذ که در تربیت نسل نورس خیلی رول مهم دارند، به خصوص آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت، تاجیکستان وطن عزیز من و همچنین در سال جاری آزمون جمهوری شاهنامه خوانی تشکیل و برگزار گردیده ایستاده است که خیلی برای نورسان یک واسطه مهمی تربیت می باشد. پیشوای معظم ملت همه ساله برای آموزگاران توجه خاصه ظاهر می نمایند، مخصوصا در سال سپری شده یعنی در سال 2025 قبول گردیدن قانون درباره مقام آموزگار و همچنین 16 دکبر در پیام خود جناب عالی نسبت به ساحه معارف آموزگاران توجه خاصه ظاهر نمودند و همه ساله معاش آموزگار را بلند برداشتند که این همه دلالت بر آن است که جناب عالی به مکتب و آموزگار اهمیت خاصه می‌دهند و تربیت ملت را در همین چیز می‌بینند. این دستاوردهای نظررس گواهی روشن همکاری ثمرناک مکتب، عائله و جامعه بوده برای دیگر خوانندگان نمونه عبرت محسوب می‌یابد. تدبیرهای اندیشیده شده امکان می‌دهد که حتی در روزهای سرد زمستان درس‌ها بدون تعطیل برگزار گردیده سطح دانش آموزی خوانندگان باز هم بالا رود. مستانه محیدی لازاده، فرهادی عبدالله، اخبار.